خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. امشب اومدیم با یه ویدیوی ترسناک، یعنی شورت ویدیوهای ترسناک یوتیوب که اکثرا میشناسید و ویدیوهای آریک اکسور و مثال دیگر رو حتما دیدیم. ما اومدیم ریاکت کنیم به یکی دو تا ویدیوی دیگه که حتما فکر کنم بترسید شما، منم احتمالاً بترسم. دور از همه چی حتما ویدیو رو لایکش کنید، کامنت بذارید نظرتون رو، حتما لایک کنید ویدیو رو و چنلم سابسکرایب کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. بچه اولین ویدیویی که میخوایم ببینیم اسمش هست هتل ویزیتور که 4 دقیقه است. ببینیم کیفیتش هم که 10 شده. پس بدون معطلی بریم ببینیم. فقط زیرنویس نداشت کلا، نه فارسی نه انگلیسی. خودم ندیدم اینا رو. یه آقای مونودالی از سر کار برمیگرده. گوشیش داره زنگ میخوره. این بازیکن از این تماس‌های تبلیغاتی بود. میپره رو تخت و شب میشه این بازیکن. اوه ببین تو همه فیلم ترسناک‌ها این دزدگیر ماشین باید باشه تا شروع داستان. اوه این چیه؟ صدایی چی بود اومد؟ یارو رو خفتش کردم. اوه چه چیز فریکی بود آجی، چه چیز رومخ و ترسناکی. از اینا من بدم میاد. اونجا که نمیترسم من. الان چشمی میاد ببینتش. خب نرو بیرون دیگه، فضولی مگه؟ نگاه کن آقا، واقعا چرا؟ دارید تو پنجره یه چیزی دیدی دیگه آقا، بگیر بخواب. شاید اصلا خواب داری میبینی، چرا داری میری سراغش؟ نگاه کن حالا داره میگرده کل آپارتمانو. داره میره حالا. دیوز اکستریت ته زبانم من. اون رفیقم که میگه زبان بلده. وای چقدر ترسناکه این آجی. قد بلند. وای نمیشه زیاد داد زد فقط. نرو خب برو خونتون دیگه. بگیر بخواب پسر جون. عکس رو پیرنش چاکی بود چی بود؟ وای خیلی وای
فیلم بعدی است نایت نانسی، اگه تلفظش اشتباه تلفظ نکرده باشم. بریم که داشته باشیم ببینیم این چطوره. واو، زیرنویس هم که نداره مثل همیشه. یک خانومی رو میبینیم که خوابیده روی تخت. چرا هم خوابیدن؟ از خواب بیدار میشن سلام میکنن. حرف میزنم که ویدیو رو ببینید قشنگ. زبان انگلیسی من یه ذره ضعیفه واسه همون نمیتونم واسه تو ترجمه کنم. اومد تو گالریش. چی؟ اوه، خونه تنهاست ولی یکی ازش عکس گرفته تو خواب. داره میگه، حتما داره میگه که یکی تو خونه است. بابا این خودش ترسناکه. قد اینو نها کن، 3 متر قدشه. خوبی؟ آقا دیگه سانسارگام دیگه. واقعا ترسناکه. فکر کن گوشتو برداشتی یهو یکی رو میبینی که داره ازت عکس گرفته تو گوشیته. خونه تنهاست. نخند بابا. وای این فیلم رو فکر کنم 2 نفری همین دوتا ساختنش. 3 نفر بگیم فیلم بردار ما رو دارن و اینا. ولی خب ببین زامبیه یارو. الان این کجاش ترسناکه؟ من با چیه این قراره با چیه این قراره ما بترسیم؟ آقا فرار کن. باید قایم تو نبینه ساچیه. الان یهو برمیگرده چشم میشن. آروم آروم. ای پدر سخته. وای دیدتش. ایول اوه پسره رو یارو زد و گردنشو. کی میخواد جواب بده حالا؟ نه او که پشتشه. وای Night Nancy.
اما اینم بود از ویدیوی امشب. آخری میدونم خیلی ترسناک بود، همتون ترسیدین شما بچه‌های توی خونه. فوق‌العاده ترسناک بود این ویدیو. این فیلم کلا صنعت سینما رو کلا مسیرش رو دگرگون کرد و ممنون میشم اگه از این ویدیو خوشتون اومد. حتما نظرتون رو توی کامنت ها به من بگید که حتما پارتای بعدیش هم میگیرم و با ویدیوهای فیلم‌های مختلف دیگه سعی میکنم یه ذره ترسناک‌تر باشه، ولی فیلم اول واقعا ترسناک بود. من این که حالا نمیترسم به اون ترسیدم. فیلم دومم که یه ذره خب بی‌کیفیت بود دیگه. کلا فکر کنم 3-4 نفر ساخته بودنش. یه 2 تا دختر بودن و یه دونه اون آره دیگه. یه دونه فیلمبردار و یه دونه پسر آخریه که فکر کنم همونم فیلمبردار اولاش بود. حتما ویدیو رو لایکش کنید، کامنت بذارید و چنل رو سابسکرایبش کنید و به دوستاتون معرفی کنید. میبینمتون تا ویدیو بعدی. فعلا پیس اوت.